لویق رجبوف لویق رجبوف یکی از ورزشکاران شناخته تاجیک 17 سپتامبر سال 1990 در شهر دنقره به دنیا آمده است. لویق رجبوف بعداً به شهر بختر و پس از آن به پایتخت کشور کوچیده است. لویق رجبوف از خردی به محاربه‌های آمیخته شوق داشته پس از تمرین‌های زیاد سال 2013 به طور حرفه‌ای و یا پروفسیونالی وارد این ورزش گشته است. او چند مدت در روسیه هم تمرین کرده است. وی در بسیار مسابقه‌های داخلی و خارجی اشتراک کرده است. وی پس از اشتراک در قهرمانی جهان این ساحه ورزش در آلمان تصمیم گرفته است تا تمرین خود را در آلمان دوام دهد. لویق در یک چند سازمان‌های محاربه‌ای اروپا اشتراک کرده صاحب کمربند هم شده است. او در 10 محاربه اول خود غلبه به دست آورده است. در این محاربه‌ها ورزشکاران قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، استرالیا، ترکیه، گرمانیا، اسپانیا و غیره را شکست داده است. لویق رجبوف سال 2019 با یکی از سازمان‌های محاربه‌ای مشهور آمریکا PFL سازشنامه بست. در محاربه یکم خود در این سازمان از ورزشکار روسیه رشید مگامدوف شکست خورد. پس از این شکست خود لویق 3 بار دیگر به میدان برآمد و در یکی از آنها برابر در 2 تا دیگرش غلبه به دست آورد. پس از آخرین پیروزی خود لویق رجبوف به فینال PFL برآمده 31 دکبر با رقیب برزیلیایی خود برای قهرمانی PFL و برد $1 میلیون محاربه خواهد کرد.